خامنه‌ای شهید شد. خامنه‌ای مردار شد. خامنه‌ای رهبر همه مسلمانان بود. خامنه‌ای دشمن اهل سنت بود. خامنه‌ای بهترین رهبر بود. خامنه‌ای دیکتاتور بود. خامنه‌ای قهرمان بود. خامنه‌ای فلان بود. خامنه‌ای فلان کرد. و او ده‌ها القاب خوب و بدی دیگر. یکی را شهید سازیم نزد خود. یکی را مردار از روی هوا. هر دو باشد اشتباهی جان من. رفتگان را کس نداد جز خدا. ببین عزیز من، ما که الحمدلله مسلمان هستیم، به اوامر و دساتیر خدا و رسول سراپا تسلیم هستیم. پس باید متوجه باشیم که چه در فضای مجازی و غیر مجازی به کدام سو روان هستیم، به سوی واقعیت ها یا غیر. اولاً رابطه به آنچه که می‌خواهیم سخن بگم باید معلومات کافی در مورد اون داشته باشیم. سخن ما از عمق واقعیت ها باشه، نه از روی احساسات و شخصیت پرستی. دوماً ما باید متوجه باشیم که وقتی که یک طرف را با سخن خود بالفرض اصلاح می‌کنم، بیاندیشیم که کیها در مقابل مسلح می‌شوند. سوماً سخن که میگم باید متوجه باشیم که آیا به گفتن اون واقعاً نیازی است یا خیر. اگر که نیازی نیست چرا باید بگم؟ در حالی که ما به غیر ضرورت